سلام بچه، این ویدیو رو نگاه کنین. خب برای ساختن این ویدیو ما احتیاج به 3 تا عکس داریم. حالا مثلا ما عکس آقای ترامپ رو انتخاب کردیم، میدون آزادی و عکس خودتون رو انتخاب کنین. سایت گوگل رو باز میکنین، این برنامه میادش. اینجا یه گوگل اکانت میخواد، گوگل اکانتتون میزنین، برنامه باز میشه. حالا عکساتون رو انتخاب میکنین، ایمیج و اد رو میزنین. خب مثلا عکس رو انتخاب کردیم. حالا هر کاری هم که میخواین انجام بدین باید اینجا به انگلیسی تایپ کنین. مثلا من می‌نویسم که walking together. خب بعد کریت رو میزنین و منتظر میشین تا اینجا براتون بسازه. به همین زیبایی براتون ساخت و میتونین راحت هم از اینجا بزنین و دانلودش بکنین. یه بار دیگه فیلم پلی.